سلام دوستان، امروز میخوام یه دونه از محصولات رستار سولار رو بهتون معرفی کنم. باتری 12 ولت 100 آمپر که معروفن به باتری های خورشیدی یا باتری های UPS. خب خود برچسب شرکت رستار سولار روی در خود باتری چسبیده شده. این نشونه اصل کالاست، اصل بودن کالا. اینجا هم روی خود بسته هم رستار سولار نوشته شده. خب میریم که جعبه رو باز کنیم و ببینیم داخل جعبه چیا هست. این باتری های رستار سولار کیفیت بسیار بالایی دارن و قابلیت شارژ و دشارژ بسیار بالایی دارن. خب داخل جعبه یه دونه یونولیت قرار دادن روی خود باتری. اطراف باتری و زیر باتری هم یونولیت ها موجود هستن. اینا بست های باتری هم، 2 تا پیچ و یه دونه برگه گارانتی هم روی جعبه. اینا هم در پوش های خود بست بودن که ما باشون دیگه کاری نداریم. برگه گارانتی، یه سری مشخصات و آدرس و این چیزا توش نوشته شده که ما اینا هم میذاریم کنار. خب مدلش و محصولات، یه دونه دسته خیلی خوشگلم براش گذاشتن. وزنش هم 10-15 کیلویی هست، خیلی سنگینه. خب کیفیت بسیار بالایی داره و نوشته های روی خود باتری رو هم تصویری بگیریم. این باتری محصول کشور ویتنام هستش با کیفیت بسیار عالی. 12 ولت 100 آمپر، ماکسیموم ولتاژ ها رو روش نوشته. میدن ویتنامش هم که این پایین مشخص است. اینجا هم رستار سولار و دیپ سایکل سولار ژل، باتری هایی که با داخلشون ژل هست، اسید نیست و قابلیت دشارژ بالایی دارن. خب اینا بس 2 تا پیچن که به جای بست دیگه سوار میشن و یه باتری بسیار با کیفیت.